درس امروزه ما باذن الله تعالی از کتاب فقه المیسر فقه آسان بیان شروع خواهد شد. اگر یگام مشکلی پیدا شد نسبت صدا یا که یگام سوالا باشد میتونه که بنویسید تا اینکه من بینگرم و بینم خبردار شوم. بسم الله. ما امروز با همراهی شمایان از کتاب فقه المیسر مقدمه آن را الکی ما گرفتیم. با همراهی شمایان امروز داخل میشویم در باب طهارت. از باب طهارت با بسم الله و صلات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل اصحابش بعد شروع خواهیم نمود. در اینجا باب اول میفرماید که کتاب الطهاره، کتاب طهارت، و این کتاب طهارت از 10 باب عبارت میباشد. کتاب طهارت از 10 باب عبارت میباشد که ما با همراهی شمایان با توفیق الله سبحانه و تعالی اینها را خواهیم قدر توان. و باب اول در اینجا میفرماید که باب الاول فی احکام الطهاره والمیاه، باب اول در بیان شناسایی بر احکام طهارت و آبها میباشد. باب اولی که ما در این کتاب داخل میشویم در بیان شناسایی به احکام طهارت و آبها، که در این احکام طهارت و آبها یک چند مسئله های است. در احکام طهارت و آبها یک چند مسئله های است. مسئله اول میفرماید که فی التعریف بالطهاره والبیان اهمیتها و اقسامها. مسئله اول در بیان شناسایی با طهارت و بیان کردن اهمیت طهارت و نوعهای آن. اولا اهمیت و نوعهای طهارت. طهارت کلید نماز است و یکی از مهمترین شرطهای آن به حساب می رود، چون که شرط باید پیش از چیزی که شرط شده است اجرا گردد و طهارت در نوبت خود بر دو قسم اساسی تقسیم می گردد. طهارت در نوبت خود به دو قسم اساسی تقسیم می گردد. اولا طهارت معنوی که پاکی قلب از شرک، از کفر، از بدعت و گناهان و معصیت ها و هر چیزی می باشد که اساسی پاکسازی قلب باید از شرک، از کفر، این اساس است که ایمان انسان را از بین میبرد. سپس بدعت ها که عمل انسان را حبطه میسازد و سپس در مرحله آخر از گناه ها و از هر گونه چیزهای دیگری که ایمان انسان را ناقص میگرداند، کم میسازد، که قلب انسان را سیاه میگرداند. این نوع طهارت معنوی، طهارت باطنی، این نوع از طهارت ظاهری مهمتر است، چون طهارت جسمی با وجود شرک که خود ناپاکی است درست نمیشود. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید انما المشركون نجس. در حقیقت به درستی که مشرکان نجس هستند، نجیس هستند، ناپاک هستند. سوره توبه آیه 28. این قسم اول است که مهمتر است از هر چیز دیگری. اما نوع دوم طهارت حسی است، ظاهری، که تفصیلات آن در سطرهای بعدی بر شما بیان واضح روشن خواهد شد. و سپس میفرماید که معنای طهارت چیست. اکنون ما با همراهی شمایان باید طهارت را بدونیم که خود طهارت چی معنا دارد در اصل. و طهارت در لغت عرب به معنای پاکی و دوری از افلاسی و ناپاکی هاست. این رو طهارت میگویند. در لغت عرب به معنای پاکی و دوری از هر گونه افلاسی ها و پلیدی ها و ناپاکی هاست. اما در اصطلاح باشد دور کردن حدث، افلاسی معنوی یا حسی، و دور کردن خبث، افلاسی ظاهری می باشد. پس در اینجا شاید سوال شد که حدث چی معنا دارد؟ حدث این یک حالت می باشد که در بدن وجود دارد و مانع ادا شدن نماز میگردد و همچنین مانع ادا نمودن دیگر عبادت های شرعی نیز میگردد که برای آن پاکی طهارت شرط لازم است. و حدث بر دو نوع تقسیم شود. حدث خرد، حدث اصغر میگن حدث خرد. این حالت است که در اعضای وضو به وجود می آید، مانند خارج شدن پیشاب یا پساب یا هر دوی آنها که از پیش پس میبراید، و با وضو دست کشیدن آب بر اعضای معین با نیت پاک می شود. اما حدث اکبر باشد، حدث بزرگ، این حالت است که تمام بدن را فرا میگیرد. حدث خرد این بعضی از قسم های بدن را فرا میگیرد. با واسطه طهارت گرفتن انسان پاکیزه میگردد. اما حدث اکبر بزرگ باشد، این حالت است که تمام بدن را فرا میگیرد، مثل حالت جنابت پس از برآمدن منی یا با همسر نزدیک کردن. اما این با غسل باشتن تمام بدن پاکیزه میگردد. پس پاکی کلان است که با غسل پاک میشود و پاکی خرد است که با وضو پاک میشود. اما وقتی که آب وجود نباشد یا استفاده آن برای انسان ممنوع ناجایز بگردد، در این حالت قائم مقام آن را تیمم میگویند، با خاک پاکیزه کردن میگیرد. پس معنای طهارت در لغت با پاکی و دوری از افلاسی ها و پلیدی ها و چرکینی ها. اما در اصطلاح دور کردن حدث افلاسی معنوی و دور کردن خبث افلاسی ظاهری می باشد. پس خبث این نجاست است، یعنی افلاسی ظاهری، ناپاکی که در جسم یا لباس یا مکان پیدا می شود و آن را پاک کردن لازم است. و در ادامه این مسائل را برای شما توضیح خواهم داد. و هدف از دور کردن حدث همین ناپاکی، هدف از دور کردن ناپاکی یکی حدث این تازه کردن است که مانع نماز می
میگردد اون رو تو برطرف میکنی. اگر حدث کلان یعنی بزرگ باشد باید تمام بدن را با آب شستن لازم است، این را غسل میگویند. اگر حدث خرد باشد همین ناپاکی خرد باشد با آب گرداندن آن اعضای معینه که انسان در هنگام وضو گرفتن میشوید پاکیزه کردن با نیت. اما اگر آب نباشد یا استفاده آن ممکن نباشد به سبب بیماری یا چیز دیگری که اینا را در آینده ذکر می‌نمیم به جای آن خاک یعنی تیمم استفاده برده میشود که شرح این در باب تیمم خواهد آمد و خواهیم ذکر کرد ان شاء الله. شرح این رو در باب تیمم ان شاء الله ذکر می‌کنیم. و هدف از دور کردن خبث ناپاکی پاک کردن جسم لباس و جای نمازگزاری جای ناپاکی میباشد. اما نوع‌های طهارت در نوبت خود با دو قسم تقسیم می‌گردد که حاضر مختصرا بیان کردیم. طهارت در نوبت خود بر دو قسم تقسیم می‌گردد. طهارت حسی میگویند که مخصوص بدن است، طهارت حدث میگویند حدث که مخصوص بدن است و طهارت خبث برای پاک کردن بدن لباس و مکان است. پس طهارت دو قسم است، حدث و خبث. حدث مخصوص بدن است و خبث برای پاک کردن بدن لباس و مکان. اکنون میگذریم به قسم نوع‌های حدث، این حادثه‌ای که رخ می‌دهد، ناپاکی که رخ می‌دهد. حدث خرد میگویند آن چیزی است که با وضو برطرف می‌گردد و هدف بزرگ میگویند کلان آن چیزی است که با غسل کردن برطرف می‌گردد. اما نوع‌های خبث باشد ناپاکی قسم دوم. نوع‌های خبث باشد خبثی که باید شسته شود، ناپاکی که باید شسته شود قسم اولش. دوم خبثی که ناپاکی که باید شکیده شود و سوم ناپاکی که باید محض کشیده شود. با این سه قسم تقسیم می‌گردد. بارک الله فیکم. مسئله دوم الماء الذي تحصل به الطهاره، می‌فرماید که آبی که با آن طهارت گرفتن جایز است، یعنی ممکن است که انسان با این آبها طهارت بگیرد. کدام آبها باشند اینها را میگیریم. برای طهارت انجام دادن چیزی لازم است که با آن انسان پاک شود، یعنی چیزی که افلاسی را دور کند و حدث را از بین ببرد و این آب است. و این چی است؟ آب است. آبی که با آن طهارت درست میگردد آب طهور میگویند. این را آبی که با آن طهارت درست و صحیح میگردد این را آب طهور میگویند، یعنی آبی که خود پاک است و پاک کننده است. آبی که خود پاک است و پاک کننده است، یعنی دیگر چیزها را نیست پاک میکند و این آب باید باقی در حالت اصلی خود باشد. الله سبحانه و تعالی آن را آفریده است، یعنی بدون تغییر باشد، یگان تغییرات در آن داخل نشده باشد. و فرق ندارد که آب آسمان باشد، آبی که از آسمان فرو میآید مثل برف، باران، ژاله، یخ، یا در روی زمین جاری میشود مانند آب دریا، چشمه ها، چاه ها و بحرها. همه اینا آبهای پاک هستند، پاکیزه هستند و پاک کننده هستند. و دلیل بر پاک بودن این آبها قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید و ينزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، و الله از آسمان بر شما آب نازل کرد. الله از آسمان بر شما آب نازل کرد تا شما را با واسطه آن پاکیزه بدارد، با واسطه آن آب شما را پاکیزه بدارد. سوره انفال آیه 11. و نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید و انزلنا من السماء ماء طهورا. الله میفرماید که ما از آسمان آبی پاک بر شما فرود آوردیم. سوره فرقان آیه 48. و رسول الله صلی الله علیه و سلم که در دعا فرمودند اللهم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، ای الله مرا با آب برف و آب یخ و آب ژاله گناهانم را پاکیزه نگاه دار، یا که مرا بشوی. حدیث صحیح. اما درباره آب بحر باشد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هو الطهور ماؤه و حل میتته. در بین آب بحر گفتن آب بحر پاک است و خود مرده آن حلال است بجز آب پاکیزه که ما بیان کردیم که آب پاک باشد و پاک کننده باشد دیگر چیزها قائم مقام آب رو نمیگیرد، با دیگر موعها طهارت صحیح و درست نمیگردد مانند سرکه، بنزین، شربت لیمون و مانند اینها. با اینها اگر که آب نباشد طهارت گرفتن جایز و روا نیست. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که فرمود فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر شما آب پیدا نکردید پس با خاک پاک از زمین است تیمم بگیرید. در سوره مائده آیه 6. اگر با چیز غیر از آب طهارت میشد، اگر با چیز غیر از آب طهارت کردن درست میگردید الله سبحانه و تعالی حتما در قرآن این را بیان میکرد، یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما این را خبر میداد. اما در اینجا چی گفت؟ اگر پیدا نکردید آب پاکیزه رو پیدا نکردید، چون که در بالا ما ذکر کردیم آبهای پاکیزه رو، اگر شما این قسمت آبها رو پیدا نکردید پس در این حالت شما تیمم بگیرید با خاک. بلکه گفت که دیگر موعها، دیگر آبهایی که هستند و مثل بنزین و شربت و غیره چیزی که تغییر افتاده هستند الله حتما میگفت که با اینا طهارت بگیرید. نه که الله سبحانه و تعالی این رو ذکر نکرد، بلکه گفت که چیز؟ بلکه گفت که با خاک تیمم نمایید. معلومه شاید که تنها با آب طهور که آب پاک است، پاک کننده است، طهارت گرفتن درست است. اگر این پیدا نشد پس انسان تیمم میگیرد. مسئله سوم وقتی که آب با نجاست ها آمیخته شود، یعنی حکم آبی که با نجاست ها آمیخته میگردد. این آب چه حکم دارد؟ آبی که با نجاست ها آمیخته میگردد. بارک الله فیکم. اگر آب با چیز ناپاک یعنی که
نجاست آمیخته شود و یکی از این سه خصوصیت آن، سه صفت آن، سه صفت زیرین تغییر بیابد، آب ناپاک میگردد. بوی آب تغییر بیابد، آب تغییر بیابد، طعمش تغییر بیابد، رنگش تغییر بیابد، این آب ناپاک میشود و استفاده آن مطلقاً جایز نیست به اتفاق علما. با چنین آب نمیتوان طهارت یا که وضو یا غسل کرد یا نمیتوان نجاست را شسته پاکیزه کرد. آبی که بویش، طعمش و رنگش تغییر یافته شده باشد. و معنای حدث افلاسی معنوی که در بالا ذکر کردیم، حدث خرد گفتیم هست و حدث بزرگ است. حدث خرد این گونه حدث آن است که در اعضای وضو رخ میدهد، در اعضای وضو رخ میدهد، مانند پیشاب یا که پساب یا که باد میبراید، با وضو گرفتن برطرف میشود. اما حدث کلان باشد، حدث بزرگ، این حدث تمام بدن را فرا میگیرد، مثل جنابت که با غسل نمودن انسان پاکیزه میگردد، نه با طهارت گرفتن. پس طهارت حدث به سه نوع میشد در آخر: طهارت بزرگ، حدث الاکبر که با غسل پاکیزه میشود، حدث الاصغر، خرد، طهارت خرد که با وضو برطرف میشود. وقتی که آب وجود ندارد یا استفاده آب دشوار میگردد برای انسان، پس قایم مقام آن را در این حالت در حال تیمم میگیرد. تیمم قایم مقام این چی میشود؟ این طهارت میگیرد. اما اگر نجاست به آب افتاد، نجاست به آب افتاد ولی یکی از صفاتهایش تغییر نیابد، یکی از صفاتهای آن آب تغییر نکند، تغییر نیابد، اگر آب زیاد باشد و مثل اینکه ناپاک نمیشود و طهارت بر آن آب درست میگردد. اگر آب کم باشد، اگر آب کم باشد بر وی نجاست افتاد، در این حالت آب ناپاک میگردد و بر وی طهارت گرفتن قطعا جایز نمیگردد. و اینجا مسئله میشود که چی قدر آب زیاد شمرده میشود، چی قدر آب زیاد شمرده میشود که به وی طهارت گرفتن جایز و رواست. اگر آب با اندازه 2 قله گفتن رسول صلی الله علیه و سلام، 2 قله یا بیشتر از آن باشد، زیادتر از آن حسابیده شود، پس در این هنگام اگر بر وی نجاست افتاد و بوی و مزه و طعم و تغییر نیافت، پس بر وی آب طهارت کردن جایز است. اما کمتر از این باشد، پس در این حالت شمرده نمیشود. و دلیل آن حدیث ابو سعید خدری، 2 قله، این 2 قله 160 لیتر آب رو میگویند. از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودند: ان الماء طهور لا ينجسه شیء، به درستی که آب پاک و پاکیزه است و چیزی او را ناپاک نمیسازد. روایت بخاری و مسلم است. و در حدیث ابن عمر رضی الله عنه روایت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلام که فرمودند: اذا بلغ الماء قلتين فلم يحمل الخبث، اگر آب 2 قله رسد نجاست را بر خود نمیگیرد، یعنی ناپاک نمیشود. روایت ترمذی و دیگران این مسئله را، این حدیث را روایت نمودند. بارک الله فیکم. اگر سوال پیدا شد میتونید که بنویسید، در اینجا ما تلاش میکنیم که جواب بدهیم باذن الله تعالی. سپس مسئله چهارم از فقه طهارت، از کتاب طهارت، مسئله چهارم: وقتی که آب با چیزی پاک آمیخته شود. البته ما فهمیدیم که اگر که آب با چیزی ناپاک اگر آمیخته شود، اگر که از 2 قله کم باشد، برای طهارت گرفتن جایز نیست. آب ناپاک میگردد، لباس را هم پاکیزه نمیگرداند. اما اگر از 2 قله زیاد باشد، چیزی افتاد که مزه و رنگ و بوی و رو تغییر ندهد، پس برای طهارت گرفتن جایز است. در اینجا شیخ مسئله چهارم: الماء اذا خلطه طاهر، انکن آبی که اگر برای چیزی پاکیزه آمیخته شود، آبی که برای چیزی پاکیزه آمیخته شود، مانند برگ درختان یا که صابون یا که شامپون یا که اشمان میگویند یک نمودی ماده تازه کننده است، یا که سیدر میگویند نوعی از گیاه است که هنگام بر مردگان را با این میشویند، یا دیگر چیزهای پاکی، دیگر چیزهایی پاک هستند، اگر بر آب افتادن، در این حالت آیا آب با آن آب طهارت گرفتن جایز است یا نه؟ و این آمیخته شده، این چیزهایی که بر این آب آمیخته میشوند، برگ درختان، صابون، شامپون و سیدر که یک نوع از گیاه خوشبو است، اگر که با آن آمیخته شوند آب رو غلبه کند، یعنی خصوصیت‌های اساسی آب رو از بین ببرد، خصوصیت‌های اصلی آب از بین برود، پس آن آب طهور شمرده نمیشود. اگر خصوصیت اصلی آن از بین نرود، پس آب طهور شمرده میشود، یعنی پاک و پاک کننده حساب نمیشود. با آن طهارت کردن جایز است، هم در حدث افلاسی معنوی و هم در نجاست ها، برطرف کردن نجاست ها استفاده برده میشود. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید: و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم و ایدیکم. اگر شما بیمار باشید یا در سفر باشید یا یکی از شما از قضای حاجت بیرون برآمد یا با زنان خود نزدیکی کردید و در این حالت اگر شما آب پیدا نکردید، پس با خاک پاک شما تیمم نمایید، با خاک پاک شما تیمم نمایید. سوره نساء آیت 43. در این آیت الله سبحانه و تعالی کلمه آب را ذکر کرد بدون تعیین کردن، یعنی هر نوعی از آب در آن داخل میگردد. پس همه نوعهای آب رو در بر میگیرد، خواه آبی خالص پاکیزه باشد، خواه آبی آمیخته شده باشد با چیزهای پاکیزه، در پاکی اصلی خود را نگاه داشته باشد. پس در این بر این گونه آبها انسان میتواند طهارت بگیرد و طهارت نماید. و دلیل
دلیل دیگر از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم در حدیثی که با زنانی که دختر رسول صلی الله علیه و سلم هنگامی که وفات کرده بودند آن را گفتند که بشویید، گفتند که اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، گفتند او را با آب با سیدر، این گل خوشبویی که است، بشویید، گفتند 3 یا که 5 یا که زیاده از این رایتون، اگر این را شما دیدید، بالماء و سدرین اجعلنا فی آخر کافورا او شیء من الکافور، گفتند در آخر، در شستشوی آخر کمی از کافور، نوعی از عطر هست، خوشبویی است، گفتند علاوه کنید، او را باید بشویید. این حدیث متفق علیه است، در صحیح بخاری و مسلم این حدیث روایت شده است. این احادیث و این آیات ها دلالت میکند که استفاده آب آمیخته با چیزهای پاکیزه مثل سیدر و کافور و خاک گردچنگ و دیگر چیزها برای طهارت اجازه دارد. اگر با آب را غلبه نکند و آب تغییر نیابد، جایز می شود و روا می باشد استفاده بودن این گونه چیزها. بارک الله فیکم. سپس مؤلف در اینجا در مسئله دیگر ذکر می شود در این کتاب آب استفاده برده شده از برای تازگی، آبی که استفاده برده شده است. الماء مستعمل فی الطهارة كالماء منفصل عن الاعضاء المتوضی، میفرماید که آب استفاده برده شده در تازگی مثل آبی که بعد از وضو یا غسل یا اعضای جدا می شود، این رو آب استفاده برده شده میگویند که انسان وضو میگیرد در یک طهاره یا غسل میکند که اعضای بدنش می شود، این آب جدا می شود و طبق گفته درستترین اقوال علما این آب پاک است و می تواند چیزهای دیگر را نیز پاک نماید. یعنی این آب هنوز هم می شود که ما را در حدث، در به وضوئی دیگر استفاده بریم و این آب می تواند به وضوئی تو را از بین ببرد یا لباس را پاکیزه نگاه دارد و چیزهای ناپاک را پاکیزه کند، اما با شرطی که یکی از این 3 خصلت وای تغییر نیافته شده باشد: بوی وای، طعم وای و رنگ وای. اگر همین 3 در آن آب استفاده برده شده اگر تغییر نیافت، پس درستترین قول استفاده بردن این جایز و رواست. و دلیل درباره پاک کردن این آب میفرماید که ان نبی صلی الله علیه و سلم کان اذا توضأ كادوا یقتتلون علی وضوئه، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که وضو میگرفتند صحابگان قریب بودند برای گرفتن آب وضویشان با هم جنگ کنند. این نشان میدهد که آبی که از بدن انسان جدا می شود پاکیزه است، مادامی که انمی بوی، طعم و رنگ وای اگر تغییر نیافته باشد. و دیگر حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده است فرمود که صب علی جابر من وضوئه اذا كان مریضا، از آب وضویش رسول الله صلی الله علیه و آله بر سر جابر پاشیدند هنگامی که بیمار بودند، وضو گرفتند، پس از همه آب وضویش گرفتند بر جابر پاشیدند و فرمودند که لان النبي صلی الله علیه و سلم و اصحابه و نساء كانوا يتوضؤون في اقدای والاطوار، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگان، یکی همچنین صحابگان کرام و زنان آنها، زنان پیامبر، زنان صحابگان در ظرفهای گوناگون وضو میگرفتند و غسل میکردند در یک ظرف، یعنی و در چنین حالتها قطره ها، معلوم است که قطره های آب از تن انسان پریده بر داخل آن ظرف قرار میگیرد، بر داخل ظرف برمیگردد. اگر چنین آب ناپاک میبود، میفرماید اگر چنین آب ناپاک میبود حتما آنها این کار انجام نمیدادند. پس مادامی که آنها این کار انجام دادند، این دلالت بر جایز بودن این آبی که باقی مانده ای که باقی میماند استفاده برده شده است، پاک است و پاک کننده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که از ابی هریره است گفتند که وقتی که او در حالت جنابت بود گفتند ان المؤمن لا ينجس، با درست که مؤمن ناپاک نمیشود، گفتند صلی الله علیه و سلم مؤمن ناپاک نمیشود، چه در حالت حیض باشد، چه در حالت نفاس باشد، چه در حالت جنابت باشد. پس اگر شخص مؤمن ناپاک نشود، آبی که با او تماس میگیرد در بدن او میرسد نیست ناپاک نمیگردد، بلکه پاکیزه است. بارک الله فیکم. امیدوارم که مسئله را فهمیده باشید. الله خیرتان دهد. در اینجا مسئله دیگر رو، مسئله ششم رو برای ما ذکر یادآوری می‌نماید. آبی که از پس نوشیدن آدم و حیوانات باقی میماند یا سؤر میگویند. میفرماید شیخ سائر الادمین و بهیمه الانعام، آبی که از پس نوشیدن آدم و حیوانات باقی میماند. از سؤر این آب است که پس از نوشیدن شخص یا حیوان در ظرف یا کاسه یا ستیل باقی میماند. پس اولا سؤر آدمان، آب دهان آدم پاک است و آبی که بعد او در ظرف باقی میماند بعد نوشیدن باشد نیز پاکیزه است، خواه مسلمان باشد خواه کافر باشد، خواه در حالت جنابت باشد خواه در حالت حیض و نفاس باشد، آبی که می‌نوشد پاکیزه است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابی هریره گفتیم چی گفت؟ المؤمن لا ينجس، گفت مؤمن ناپاک نمیگردد، روایت مسلم است. و حدیثی که از عایشه رضی الله عنها است، مادر مؤمنان، گفتند که انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض، مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها میفرماید که مادر مؤمنان در حالت حیض بودنش از کاسه آب می‌نوشیدند، فیأخذه رسول صلی الله علیه و سلم، و این کاسه را که عایشه رضی الله عنها آب نوشیدند می‌گرفتند و از آن موضعی که عایشه رضی الله عنها آب نوشیدند از آنجا آب می‌نوشید، فلیضع فاه علی موضع فیها، دهان خود را رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن موضعی که عایشه گذاشتند از آن موضع آب می‌نوشیدند، روایت مسلم است. پس آب دهان انسان چه کافر
چی مؤمن باشد پاکیزه است. برای همین اهل کتاب رو بوای مثلا طعام میخوری اجازت هست که این مسائل بعد سپس بدتر بعد در درس آینده با ذکر می شود. پس قسم دوم سؤر حیواناتی که سؤر گفتیم چی است؟ باقی مانده آب دهان. سؤر حیواناتی که گوشت آنها حلال است. علما اتفاق نظر دارند که آبی که بعد از نوشیدن این حیوانهایی که گوشت آنها حلال است، مانند گاو، گوسفند، بز، شتر و غیره، پاک و پاکیزه است. برای این اتفاق نظر دارند. اما سؤر حیواناتی که گوشت آنها حرام است، با مثل خر و دیگر چیزهایی که است. و اینم در بین علما اختلاف است که قول صحیح و درست این است که سؤر آنها پاک است و پاکیزه است، خصوصا اگر آب زیاد باشد. در اینجا آن حیوانهایی که گوشت آنها حرام است و مثل خر از آب را ناپاک نمی‌سازد. اما اگر آب کم باشد و نوشیدن چنین حیوانها طعم یا که مزه یا که بوی یا که رنگ آن آب را اگر که تغییر بدهد، آنگاه آب ناپاک می‌گردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که اذا ولغ الماء قلتين فلم يحمل الخبث، وقتی که آب دو قله تقریبا 160-190 لیتر می‌شود، پس بر وی نجاست تأثیر نمی‌کند اگر رنگ، بوی و مزه وی تغییر نیافته باشد. و در مورد گربه فرمودند که انها لیست بنجسین، گفتند که این حیوان گربه ناپاک نیست و انما هي من طوافین علیکم الطوافات، بدرسته که این گربه از حیوان‌هایی است که در گرد اطراف شما دور می‌زند. از بس که گربه در خانه‌ها دائم قرار می‌گیرد و جدا کردن آن مشکل‌ها و مشقت‌ها دارد، شریعت این را بر سبکی بر ما قرار داد. این از نیکویی‌های شریعت است برای بندگان الله سبحانه و تعالی. و سپس در اینجا می‌فرماید که اما سؤر الکلب، اما آبی دهان کلب باشد، سگ باشد یا که خوک همچنین، این دو حیوان ناپاکند و آبی که بعد از نوشیدن آنها میماند نیز ناپاک می‌گردد. دو حیوان خوک و سگ، این دو حیوان ناپاکند، نجسند و آبی که بعد از نوشیدن آنها میماند در ظرف، پس این ناپاک می‌گردد. درباره سگ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که طهور اینای احدکم اذا ولغ الكلب ای یغسله سبع مرات او لهن بالتراب، تازه کنی ظرفی که سگ از آن نوشیده باشد، از آن ظرفی که سگ از آن نوشیده است 7 بار گفتن با آب بشویید، 1 بار با خاک. اولین آن را با خاک بشویید گفتن. اما در مسئله خوک باشد، ناپاک بودن خوک، این قول الله سبحانه و تعالی است. گفتن که فانه رجس، گفتن که این خاک، این خوک، خنزیر نجس است. سوره انعام آیه 145. پس خلاصه این موضوعاتی که ما گرفتیم در این روز در بیان احکام طهارت بود. احکام طهارت، اهمیت طهارت صحبت کردیم و قسم های طهارت، هم طهارت معنوی میشود و حسی میشود. طهارت در واقع پاکیزگی و نظافت است از پلیدی ها و چرکنی ها و دور کردن بی‌وضوئی، در اصطلاح رفع الحدث، دور کردن بی‌وضوئی و زوال خبث و دور کردن نجاست ها میباشد. و آب‌هایی که بر آن طهارت کردن جایزه گفتیم آب برف، باران، ژوله، چاه، دریاها، اینها پاکیزه هستند، پاک هستند و پاک کننده هستند. آبی که با آن طهارت کردن میشود گفتیم اگر که بوی، مزه، طعم آن و رنگ آن تغییر نیافته شده باشد. و همچنین بیان کردم که آثار آدم‌ها و حیوان‌ها، اگر که سؤر گفتیم این آب دهان است، آب دهان آدمی این پاکیزه است، از یک کاسه، از یک ستیل، از یک چیز چند کس می‌نوشد، اشکال ندارد، چی مؤمن چی کافر باشد. اما اگر که از آثار سگ و خوک باشد، این گفتن جایز و روا نیست. و همچنین آثار آن حیوان‌هایی که گوشت آن حلال است پاکیزه است و آثار آن حیوان‌های گوشت آن گفتیم حلال نیست. در بین علما اختلاف است، قول صحیح چیز اینم پاکیزه است. الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.